بریم که با هم حوله تنپوش بدوزیم. من با یه الگویی که تو پست قبلی یاد دادم برای خودم و پسرم و همسرم حوله تنپوش دوختم. ابتدا روی میز حالت تئوری بهتون یاد میدم و بعد میشینیم پشت چرخ و میدوزیم. بعد از اینکه کارو برش زدم، اولین قسمت دوختمون دوخت سرشونه هاست. بعد از اینکه دوخت سرشونه رو انجام دادیم، آماده کردن آستینمون هست. لبه آستین رو من میخوام پاکتی کنم. به این صورت که میبینی یه دوخت پاکتی انجام میدم. بعد از دوخت پاکتی درز زیر آستین رو میدوزم. بعد از اون نوبت به جا انداختن آستین به حلقه آستین میرسه. برای این کار من توی تاج آستین ابتدا مرکز تاج آستین رو پیدا میکنم و اون رو روی درز سرشونه میذارم و دور تا دور حلقه رو میدوزم. بعد از اون نوبت میرسه به نوارایی که به عنوان یقه برای قسمت جلوی تنپوش در نظر گرفتیم. ابتدا این دوتا نوار رو از قسمت بالا از یه قسمت به هم دیگه دوخ میزنیم و قسمت بعدی رو به این صورت به لبه میدوزیم و قسمت دیگرش رو تا میزنیم و به سمت داخل میریم. البته قبل از دوخت یقمون قسمت پایینم مثل لبه آستینمون پاکتی میکنیم به سمت رو و بعد از اون این نوار رو به این صورت که نشون میدم میدوزیم و برمیگردونیم به سمت داخل. بعد از اینکه نوار رو دوختیم حالا میایم، البته قبل از دوخت نوار آماده سازی ما یه دونه کلاه هم داریم. کلاهمون دوتا مستطیل بود و یه نوار 10 سانتی باریکی که به وسط کار دوخته میشد، اونم آماده میکنیم. خب بچه‌ها، بعد از اینکه حالت کلی دوخت رو بهتون گفتم میام پشت چرخ و بعد از اینکه درز سرشونه رو دوختم به این صورت که میبینید لبه آستینم رو پاکتی میکنم. 1 سانت اول به سمت داخل و بعد 2 سانتی که برای پاکتی لحاظ کردم و به لبه آستین میدم و به سمت روی کار برمیگردونم و میدوزم. به این صورت لبه کار من، لبه آستین من به این صورت پاکتیش درست میشه. حالا درز زیر آستینم رو به این صورت میدوزم. بعد از اینکه درز آستینم دوختیم حالا نوبت به جا انداختن آستین به حلقه آستینم میرسه. میبینید من بعد از اینکه آستین رو دوختم کارو به سمت رو برمیگردونم و توی قسمت اصلی کارم به سمت رو هستش. تنه اصلی تنپوشم مرکز تاج آستینم رو پیدا میکنم، به روی درز سرشونه فیکس میکنم. اول یه قسمت حدود 10 سانتی رو من به این صورت میدوزم و حالا برمیگردونم به سمت داخل حوله و قسمت به این صورت که میبینید هلال آستینم رو جا میندازم و از یه قسمت شروع به دوخت میکنم. دیگه با این روش جا انداختن آستین هیچ کاری نداره، خیلی راحت آستینم رو به حلقه آستین جا میزنم. به همین راحتی آستین من به قسمت تنپوش من دوخته میشه. قسمت بعدی هم به همین صورت انجام میدم. بعد از اینکه آستینام تموم شد حالا من میام لبه پایین تنپوشم و مثل لبه آستین پاکتی به سمت روی کار میزنم. من برای اینکه تنپوشم حالت قشنگی داشته باشه به سمت رو پاکتی زدم قسمت لبه پایین تنپوشم که شکل باشه. بعد از اینکه این کار انجام دادم این نواری هم که بریده بودیم به عنوان یقه کار این دوتا رو به هم وصل کردم. یه قسمت کار رو 1 سانت تا کردم اتو کردم و یه قسمت صافم قسمت لبه صاف میمونه که به تنه میخواد دوخته بشه. قبل از اینکه نوار رو بدوزیم ما باید کلاه رو آماده کنیم و بدوزیم و بعد یقه رو جا بندازیم. بچه نگاه کنید، برای کلاه من یه مستطیل برای وسط کلاه در نظر گرفته بودم. به این صورت مستطیل رو زیر کار قرار میدم، یک قسمت از این مستطیل رو روش میذارم و میدوزم. بعد از اون و بعد تیکه بعدی کلاه رو به این صورت که میبینید روی این مستطیل میذارم و شروع به دوخت میکنم. موقع دوختن وقتی به درزا میرسم درزا رو باز میکنم تا حالت برجستگی توی کارم نمونه.
بعد از اینکه این قسمت مستطیل رو به مرکز کلاه هم دوختم، حالا قسمت لبه کلاه رو به این صورت تا میزنم به سمت داخل، تمام درزا رو باز میکنم. به این صورت یه دوخت تمیز برای لبه کلاه هم انجام میدم. حالا دیگه کلاه حوله ما آماده میشه. نگاه کنید، ما این مستطیل رو به قسمت وسط کلاه دوختیم. حالا قسمت پایین کلاه رو یه پیلی 2 قلو به وجود میاریم که به این صورت که میبینید، نگاه کن، یه پیلی 2 قلو به وجود میارم. یه پیلی درست میکنم که دقیقاً بین درز 2 تا قسمت سرشونه جا بشه، یعنی از این درز سرشونه تا به درز بعدی این کلاه رو من تو قسمت پشت یقه جا میزنم. به این صورت که میبینید اول با سوزن ثابت میکنم، بعد یه دوخت ساده روش میرم تا کلاه همو به قسمت پشت حوله به این صورت قسمت یقه پشت میدوزم ثابت بشه. بعد از اون به این صورت که کلاه هم به حوله دوخته شد، نوبت میرسه به دوخت نوارم. برای دوخت نوار 2 تا نوارم رو از یه قسمت به هم دوختم، یه قسمت کارم رو 1 سانتا کردم، اتو کردم و قسمت بعدی که صاف هست و به این صورت من به لبه حوله میدوزم. این دوختم هم دقیقاً از همون مرکز کلاه شروع به دوخت میکنم. اول یه قسمت کار رو میدوزم به سمت پایین تموم میکنم، یعنی نوار رو اول به یه قسمت حولم، لبه حوله، از یه سمت شروع به دوخت میکنم از قسمت کلاه. وقتی که به سمت پایین رسیدم، نگاه کنید اینجا یه نکته هست، من دقیقاً اضافه این نوار رو به دور لبه پایین حولم میپیچم تا وقتی اینجوری به این صورت یه پاکتی تمیز به من میده، تا وقتی میخوام کار رو برگردونم لبه پایین کارم هم تمیز میشه. حالا میام دوباره از دوختم و از همون قسمت کلاه که گذاشتم دوباره قسمت بعدی حولرم که همین دوخت نوار به لبه حوله هست و ادامه میدم تا پایین. دوباره همون کاری که اونجا تکرار کردم، این نوار رو تو قسمت لبه که رسیدم به دور لبه میچرخونم تا یه پاکتی تمیزی به من بده. بچه نگاه کنید، بعد از این که یه قسمت کار رو یعنی نوار رو به لبه حوله دوختم، حالا به این صورت از سمت داخل من کار رو که اون 1 سانتی که اتو کرده بودیم، تا کرده بودیم، حالا اینجا به دردمون میخوره. اون 1 سانت تا شده اتو شده رو دقیقاً به روی درزم که دوختم میخوابونم، با سنجاق ثابت میکنم و اینجاها که به قسمت کلاه میرسم، این درز چون یه مقدار ضخیم هست، یه ذره با قیچی سبکش میکنم و همچنان این قسمت هایی که تا کردم و روی درز میخوابونم و حالا دوختم و میرم. نگاه کنید بچه ها، دوخت این در این قسمت یک نکته خیلی مهمی هست. من از قسمت روی کار شروع به دوخت میکنم، طوری میدوزم، یعنی با دستم طوری این درز رو باز میکنم که دقیقاً سوزن من به این درزی که، یعنی این قسمت رو که با دست باز میکنم، دوختم روی این درز میفته و از قسمت پشتم حتما باید دقت کنم که کار حتما از پشتم به این صورت کار زیر چرخ بره، طوری نشه که مثلا از زیر دوختم انجام نشه. به این صورت من دوختم و تا انتها میرم. بعد از اینکه نوارم تموم شد، حالا نوبت میرسه به دوختن کمربند. برای کمربند هم همینطور که میبینید من 2 تا پل درست کردم در عرض 5 و طول 10 که برای کمربندم اینا رو میدوزم و این پولا رو دقیقاً زیر آستینمون، طوری که از زیر آستین حدود 10 سانت پایین تر علامت میزنم. پولا رو به این صورت به پهلوی حولم میدوزم تا از اون بتونم برای رد کردن پولم کمربندم استفاده کنم.
به این صورت که میبینید. حالا اینا رو دقیقاً موازی هم قرار میدم که پلم بالا پایین نشه. دقیقاً از زیر درز آستین 10 تا هر چقدر که خواستید حدود 10 سانت پایین میرید و این پولا رو میدوزید. به این صورت که میبینید من پولا رو دوختم و کمربندم رو به این صورت از داخلش رد میکنم. به این صورت حوله من آماده میشه. اگه دوست داشتید میتونید برای جیبم در نظر بگیرید.